درود به همگی. بچه ببینید، من توی یک کانال دیگه دارم، اگه نمیدونید کانال جمهوری بی خدایانه، که با هوش مصنوعی دارم کارهایی انجام میدم که به شدت باعث رشد بهتر اون کانال شده و ویوهایی که داره میخوره به شدت بیشتره و پروسه‌ای که دارم ازش استفاده میکنم و تو برنامه قبلی مقدار توضیح دادم. ولی من فهمیدم که با اینکه خیلی حواسم هست به هوش مصنوعی اینا، واقعا از عقبم. یعنی الان هر چی دارم یاد میگیرم، سرعت پیشرفت هوش مصنوعی خیلی بیشتر از چیزایی که من دارم یاد میگیرم و راه‌های جدید برای استفاده از هوش مصنوعی به شدت روز به روز داره عوض میشه و هوش مصنوعی خیلی الان پیشرفته تر از اون چیزی که حتی خیلیاتون میدونین. یعنی من تو برنامه قبلی، ببین، لول یک نه، حالا اینکه بهتون میگم که الان مرحله سوم یا حتی بگم مرحله چهارم. خب خیلیاتون تو هر مرحله یک هم نیستید، بعضیاتون الان تو مرحله دوید. بهتون میگم مرحله 4 استفاده از هوش مصنوعی چیه. خیلی مهمه اینو یاد بگیرید، چون واقعا همه کار الان با هوش مصنوعی میشه انجام داد و مرحله 4ش هنوز شروع نشده و من تو مرحله 2 هستم و تو مرحله 3 الان دارن مردم از مرحله 3 استفاده میکنن. خب مرحله یک چیه؟ مرحله یک اینه که با هوش مصنوعی صحبت میکنی، ازش سوال میکنی، یه چیزا رو بهت جواب میده. این ابتدایی ترین روش استفاده از هوش مصنوعی. اگه تو این مرحله هستین شما عقبید. اگه اصلا از هوش مصنوعی استفاده نمیکنین که من نمیدونم اصلا بهتون چی بگم. خب ولی اگه تو مرحله یک هستین عقبید. حالا من این خبر بد دارم، من تو مرحله 2 ام و تو مرحله کسایی که تو مرحله 2 هستن اونا هم عقبن. مرحله 2 اینه که ما به جای اینکه از هوش مصنوعی مستقیم سوال بکنیم و اینا هوش مصنوعی بیاد جواب سوالمون رو بده، به جای این کار میایم از پراجکتس قسمت پروژه های چت جی پی تی استفاده میکنیم. حالا گراک اینو داره، چت جی پی تی اینو داره، جمینای نمیدونم چرا هنوز اینو نداره. خیلی عجیبه که اینو نداره. امیدوارم به زودی اونا هم بیارن. ولی من تو برنامه قبلی بهتون گفته بودم که میتونین از قسمت پروژه های چت جی پی تی استفاده بکنین. حالا خیلی مختصر و مفید بهتون میگم که یعنی چی. یعنی به جای اینکه هر دفعه به هوش مصنوعی توضیح بدین که ازش چی میخواهید، یه پروژه درست میکنین، تو قسمت توضیحات پروژه توضیحات رو مینویسین، یه سری فایل‌های آپلود میکنین که وقتی که یه ورودی به هوش مصنوعی میدید، این بیاد خروجی ها رو بر اساس توضیحات قبلی بهتون بده. و نمیدونم خیلیاتون متوجه هستی که این قدرت هوش مصنوعی رو چقدر افزایش میده. به این مرحله دوم به این دلیل قدرت هوش مصنوعی رو افزایش میده چون شما میتونید به این روش سیستم هایی بسازید و این سیستم ها رو همینجوری بهتر بکنید. یعنی هر چیزی که ببین، کلا توی دنیای بیزنس، تو دنیای تولید محتوا، کسایی برنده میشن که بهترین سیستم ها رو دارن. حالا با اومدن این قسمت پروژکت توی چت جی پی تی، شما سیستماتون رو میتونید تحویل هوش مصنوعی تو قسمت توضیحاتش بدین و از خود هوش مصنوعی استفاده بکنید که سیستمتون رو روز به روز بهتر بکنه. برای من این خیلی قوی بود. من داشتم تمرکزم روی این بود که سیستم هایی رو که دارم با هوش مصنوعی ساختم و بهتر بکنم. ولی من اخیراً فهمیدم که با تمرکز روی این موضوع از مرحله سوم عقب افتادم و میخوام الان بیام به شما نشون بدم که مرحله سوم چیه. ببینم توی چت زرا میگه که منم تو مرحله دوم هستم. آره، منم توی مرحله دوم هستم. محمدم میگه درود، لایو عالی، تشکر آرمین، ممنون ازت. کوینم میگه سلام میکنه. آریشا هم که اینجاست، دمتون گرم. و من انقدر وسواس داشتم که سیستم های ما با چت جی پی تی توی اون قسمت پروژکتش بهتر بکنم که واقعا از کسایی که رفتن به مرحله بعدی رو حواسم بهشون نبوده و الان فهمیدم که چقدر عقبم. مشکل خیلی ببین، اگه دارین از این مرحله دوم هستین از خیلی جلوتر هستین ها، ولی مشکلش اینه که همش کاپی پیسته. خب یعنی چی؟ یعنی اتومات نیست. یعنی من اگه از چت جی پی تی پروژکت دارم استفاده میکنم، حرفایی رو که میخوام مثلا تو قسمت پروژه یه چیزی نوشتم، بعد پرومپتایی که میخوام کپی پیست میکنم، بعد مثلا برای تولید محتوا، مثلا برای لایو استریم بهش الان جوری که من برای لایوایی که مثلا تو کانال دیگه هم، تو کانال جمهوری بی خدایان دارم میرم، یه پروژه‌ای درست کردم که بهش میگم امروز میخوام درباره این صحبت بکنم. همه کارا دیگه اصلا لازم نیست بهش چیزی بگم، همه کارا رو برام میکنه، تحقیق میکنه، کسی که مهمونه رو تحقیق میکنه، زاویه‌های مختلفی که داره بررسی میشه رو تحقیق میکنه، بعد بهم میگه آماده هستی بریم مرحله بعد؟ بهش میگم آره. بعد بهم توضیح میده که خب از این برنامه لایوت میتونه از این دیدگاه باشه، از این دیدگاه میشه، از این مثلا بهم 5 تا دیدگاه معرفی میکنه که از کدوم دیدگاه میخوای بری. بهش میگم دیدگاه شماره 3 رو انتخاب میکنم. بعد میگه خیلی خب، حالا که دیدگاه شماره 3 انتخاب کردی، بر اون اساس بذار این تیترای برنامه،
این قسمت توضیحات برنامه، این متنیه که روی کاور میتونی بنویسی، همه اینا رو بهم میده. بعد من اینا رو چیکار میکنم؟ اینا رو باید کپی پیست بکنم. خب بعد مثلا کپی پیست که میکنم، بعدش که لایو که تموم میشه یه سری پروژه‌ای دارم که این لایو رو تبدیل بکنه به ویدیوهای کوتاه براشون، برای اینستاگرام، برای حالا تو بخش انگلیسی، برای اینستاگرام، برای لینکدین، برای تلگرام، برای بخش فارسی، کپشناشو انتخاب بکنه، تیترشو انتخاب بکنه. ولی خب اینا همش احتیاج به این هست که من باشم و هی هر چی بهم میده رو کپی بکنم یه جا بذارم، کپی بکنم یه جا بذارم. و من فهمیدم که این مثل که مال عهد بوقه. یعنی من الان در مقابل کسایی که دارن رفتن به مرحله بعدی، این مثل زمان قارنشیناست. خب حالا خیلی جالبه، خیلی هنوز از هوش مصنوعی استفاده نمیکنن، ولی ما که داریم استفاده میکنیم فکر میکنیم از بقیه جلویم، در صورتی که واقعا از بقیه عقبیم. چون الان یه سری سیستمایی اومده که همه این چیزا رو به هم وصل میکنه. یعنی باید اینو یاد بگیرم که حالا توی برنامه بعدی بهتون نشون میدم که همه چی رو به همه چی وصل بکنه. یعنی خودش به طور اتوماتیک مثلا بره اخبار رو نگاه بکنه، به هم مثلا ایمیل بزنه که اینا اخبار امروز کدومش رو میخوای بری، بعد مثلا جواب ایمیل رو بدم، خود اون ایمیل بره یه جایی به همه سوشال میدیا همه چی وصل باشه، همه این کارا رو انجام بده و مثلا به اکس، به اکانت اکس هم وصل باشه، به لینکدین هم وصل باشه. اصلا لازم نباشه من کپی پیست بکنم، همه چی. ببین از خود هوش مصنوعی مثلا پرپلکسیتی و چت جی پی تی و جمینای و گراک و اینا پشت اون انرژی، اون نیروی اون موتورشه، ولی یوزر اینترفیس هم، یعنی اون جایی که من دارم با این هوش مصنوعی استفاده میکنم دیگه خود یوزر اینترفیس چت جی پی تی و اپ جمینای و اینا نیست. اینا رو اون نیروی هوش مصنوعی رو گذاشتن توی سیستم‌های دیگه و داره اون کارا رو انجام میده، ولی همه چی رو خودش به همه چی وصل میکنه و اینا الان هست. چندین مدلش هم هست. حالا من باید ببینم کدومش رو استفاده کنم که بهتون میگم کدومش بهتره و این وارد مرحله 3 بشیم. خب حالا یه چیزی که امروز میخوام بهتون نشون بدم اینه که مرحله 4 هم داره میاد. یعنی ما نه تنها الان از مرحله 3 عقبیم که کپی پیست نکنیم اینا رو، خودش همین کارا رو اتوماتیک انجام بده، اصلا مرحله 4 داره میاد. حالا مرحله 4 که میشه کاملا ایجنتس هایی که همه کارشون رو خودش میتونن انجام بدن، که این ویدیو اینو توضیح میده که هم بهتون بگم که ما باید برای برنامه بعدی بهتون مرحله 3 رو خوب توضیح بدم که چیه و هم آماده بشیم برای مرحله 4. حالا این مرحله 4 توی این ویدیو که لینک این ویدیو رو هم تو قسمت توضیحات گذاشتم که برید ببینید، براتون یه لحظه میخوام بررسی بکنیم که ببینیم چیه، که بعد بهتون که سعی میکنم از این ویدیو، الا انگلیسیه، جاهایش که مهمه رو سریع ترجمه میکنم که بفهمیم چه اتفاقی داره میفته. این خیلی مهمه. زرا توی چت میگه واقعا با همون چت جی پی تی، نه ببین باید این چیزی که من دارم میگم چت جی پی تی، ببینید چت جی پی تی دو تا چیز مختلفه. خب تو وقتی داری میگه چت جی پی تی باید بگی که از اون هوش مدل چت جی پی تی داری صحبت میکنی یا یوزر اینترفیس وبسایت یا اپش. خب چون خیلی از موقع ها ما وقتی داریم میگیم چت جی پی تی یا جرمنای، خیلی از کسایی که دارن استفاده میکنن نمیفهمن این دو تا چیز مختلفه. خب یعنی یه موتوریه، بعد یه بدنه ماشینه. خب چت جی پی تی هم موتوره است هم بدنه ماشینه. این موتوره رو شما میتونی برداری بری جاهای دیگه استفاده بکنی بدون که از اون با اون بدنه باشه. تو وقتی که میری روی وبسایت چت جی پی تی یا جمینای یا گراک، اون اپی که داری استفاده میکنی یا اون وبسایتی که داری استفاده میکنی اون بدنه ماشین است. خب حالا این، ولی شما این موتوره رو میتونی بری جاهای دیگه هم بذاری، لازم نیست توی خود اون اپ باشه، لازم نیست خود اون وبسایت باشه. اگه مفهومه به من بگید متوجه هستی. اوکی، لایک فراموش نشه بچه، این نکات مهمیه، لایک بکنین که بقیه اینا رو یاد بگیرن. من خیلی میخوام بچه‌ها توی ایران اینا رو حواسشون باشه چون این خیلی برای آیندهمون مهمه. AI. این صداش هست؟ اگه صداش هست به من بگید. AI more agentic capabilities. AI agentic workflows. ببین اینجاست قسمت اول ویدیو چیزی که داره نشون میده اینه که همش داشتن میگفتن AI. الان حرف از AI زدن قدیمی شده. الان دیگه یعنی یه AI هنوز میگن، ولی الان دیگه بیشتر داریم درباره ایجنت صحبت میکنیم. همه دارن میگن ایجنت. خب ایجنت یعنی هوش مصنوعی دیگه نمیاد فکر بکنه. خب ایجنت یعنی هوش مصنوعی دیگه فکر فقط نمیکنه،
کار انجام میده. جدا از فکر کردن کار انجام میده. این خیلی مهمه. Agentic. All right, most explanations of AI agents is either too technical or too basic. This video حالا این آقا خیلی من این ویدیو رو براتون انتخاب کردم برای که بفهمید که ایجنت چی هست. خب این خیلی مهمه برای فاز مرحله بعدی هوش مصنوعی. این داره میگه که کسایی که ایجنت رو میان توضیح میدن یا خیلی پیچیده توضیح میدن یا خیلی ساده. این حالا بالانسش رو پیدا کرد. is meant for people like myself. You have zero technical background, but you use AI tools regularly and you want to learn just enough about AI agents to see how it affects you. In this video, we'll follow a simple 1, 2, 3 learning path. همشو ترجمه نمی‌کنم، فقط جایشو ترجمه می‌کنم که مهمه بفهمید. فعلا تازه میگه که من نمیخوام خیلی تکنیکالش بکنم، میخوام در حدی به شما ایجنت رو توضیح بدم که بتونین ازش استفاده بکنین برای کسایی که میخوان ازش استفاده بکنن، نه کسایی که میخوان تمام چیزای تکنیکی پشتش رو بفهمن. By building on concepts you already understand, like آره زرا توی چت میگه چقدر زود همه چی عوض میشه. آره اصلا همه چی باور کنین چیزایی که قبلا داشتیم استفاده میکردیم الان خیلی قدیمی شده، همین ما از چند ماه پیش. And then moving on to AI workflows and then finally already understand like ChatGPT and then ببین این مرحله یک میگه moving on to AI workflows and then finally AI agent. نیا کنین اینا اسمم براش گذاشته. خوبه. خب ببینین مرحله یک همین استفاده از هوش مصنوعی مثل چت جی پی تیه. مرحله دوم استفاده از AI workflow، یعنی هوش مصنوعی مختلف رو وصل میکنی به اپ هایی که داری، مثل گوگل کلندر، مثل جیمیلت، مثل اینستاگرامت، مثل اکست، و این میشه AI workflows. این میشه مرحله بعد. حالا مرحله نهایی هم میشه AI agents. حالا فرق اینا رو با هم بررسی میکنیم. All the while using examples you will actually encounter in real life. And believe me when I tell you those intimidating terms you see everywhere like RAG or React, they're a lot simpler than you think. Let's get started. میگه از کلمه‌های پیچیده هم استفاده نمی‌کنه. Kicking things off at level 1, large language models. Popular AI chatbots like ChatGPT, Google Gemini, and Claude are applications. آره اینا میشه این مرحله ای که اول گفتیم میشه هوش مصنوعی، به اینا میگن large language models، مثل ChatGPT، مثل Gemini، مثل Claude. Built on top of large language models. این اپ ها یه اپلیکیشنی هستن که روی اون large language model ها ساخته شدن. خب پس LLM ها یعنی large language model ها میشن مثل موتور ماشین. این اپ هایی هستن که روی اون موتور ساخته شدن. اینا میشن بدنه اون ماشین. And they're fantastic at generating and editing text. Here's a simple visualization. You, the human, provides an input and the LLM produces an output based on its بچه با دور 2 بذارم اشکال نداره. اینو من با دور 2 میذارم. خب برای اینکه میخوام قبل از اینکه برم سراغ کانال دیگه هم اینو بتونم انجام بدم. ببین روی صفحه هم داره نشون میده که اینا خیلی چیز ساده ایه. چت جی پی تی یه اپیه که شما بهش ورودی میدی، بعد از LLM استفاده میکنه، یه خروجی به شما میده، خیلی واضحه، بدیهیه. For example, if I were to ask ChatGPT to draft an email requesting a coffee chat, my prompt is the input and the resulting email that's way more polite than I would ever be. مثلا ازش یه ایمیل میخوای که برات ایمیل بنویسه، LLM برات فکر میکنه، بعد یه خروجی میده. Is the output. So far so good, right? Simple stuff. But what if I ask ChatGPT when my next coffee chat is? Even without seeing the response. حالا اگه ازش بپرسم، خب مثلا میتونم بهش بگم که یه ایمیل برام بفرسته که مثلا با یه کسی برم یه قهوه بخورم صحبت بکنم، میتونه ایمیل رو برام بنویسه. ولی اگه ازش بپرسم خب حالا کی این هست، این جواب اینو نداره، نمیتونه جواب درست حسابی بده. Both you and I know ChatGPT is going to fail because چرا جواب اینو نداره؟ چون دسترسی به تقویمت نداره. از کجا بدونه؟ doesn't know that information. It doesn't have access to my calendar. This highlights two key traits of large language models. First, despite being trained on vast amounts of data, they have limited knowledge of proprietary information, like our personal information or internal company data. Second, LLMs are passive. They wait for our prompt and then respond, right? Keep these two traits. آره ببین پس هم دسترسی ندارن به اطلاعات لازم و هم پسیو هستن، یعنی منتظر تو هستن که بهشون فرمان بدی که کار بعدی رو انجام بدن. Moving to level 2, AI workflows. Let's build. حالا میریم سراغ لول بعدی. خب یعنی من لول 1 و 2 رو که این جفتش رو یکی میدونه. خب یعنی من لول 1 رو استفاده مستقیم از چت جی پی تی میدونم، لول 2 رو استفاده از پروژکت میدونم، حالا لول 3 میشه AI workflows. خب این چیزیه که الان خیلی دارن استفاده میکنن و من هنوز واردش نشدم و واردش میشم، به شما هم توضیح میدم. ولی AI workflows چجوریه؟ AI workflows یعنی تو دسترسی میدی به هوش مصنوعی به اپ های مختلف
و بهش هم اجازه میدی که کار لازم انجام بده، لازم منتظر دستورت نباشه. حالا بذار ببینیم Another چی میگه. example. What if I, a human, told the LLM every time I ask about a personal event, perform a search query and fetch data from my Google Calendar before ببین اینجا اون ویژوالش نگاه کنید عوض میشه. یه ورودی بهش میدی، LLM فکر میکنه ولی دسترسی به تقویمت داره، دسترسی به گوگل کلندرت داره و میتونه یه سوالی هم از گوگل کلندرت بکنه که خروجی با دسترسی به اپ های مختلف خروجی بهتری بده. providing a response. With this logic implemented, the next time I ask, when is my coffee chat with حالا خیلی ولی برای خروجی هم میتونه به جای اینکه به تو خروجی بده وصلش بکنی به مثلا یوتیوبت، وصلش بکنی به اینستاگرامت، وصلش بکنی به اکست که خروجیش هم مثلا به تو نباشه، خروجیش مثلا به یه چیز به اپ‌های مختلف Elon Husky, I'll get the correct answer because the LLM will now first go into my Google Calendar to find that information. But here's where it gets tricky. What if my next follow-up question is, what will the weather be like that day? The LLM will now fail at answering the query. میگه حالا اگه ازش بپرسم خب اون روز هوا چطوریه، این ورک فلو نمیتونه جواب بده، LLM اینجا هوش مصنوعی نمیتونه جواب بده چون دسترسی به تقویم داره ولی دسترسی به Because the path we told the LLM to follow is to always search my Google دسترسی به میتونه هوا هم داشته باشه ولی مسیری که بهش دادی این بوده که همیشه بره گوگل کلندر رو چک بکنه Calendar, which does not have information about the weather. This is a و تقویم من اطلاعاتی درباره وضعیت مثلا هوا اینا نداره. fundamental trait of AI workflows. They can only follow predefined paths set by humans. میگه مشکل AI workflow اینه که همیشه باید اون مسیر رو بره که قبلا بهش گفتی. حالا ما هنوز وارد این مسیر نشدیم، حالا ما تازه باید بهتون میگه AI agents بشه درد میخوره ولی ما اینو لازم داریم. یعنی چیزی که با اینکه این هنوز نقص داره ما برای کاری که داریم انجام میدیم باید الان ورکفلو بیام تعریف بکنیم. ابزارش هم بهتون نشون میدم که چیه، ابزارهای مختلفی برای این وجود داره ولی اینجا یه نقصی داره، یعنی انعطاف پذیر نیست. And if you want to get technical, this path is also called the control logic. Pushing my example further, what if I added more steps into the workflow by allowing the LLM to access the weather via an API and then just for یعنی میتونی مثلا بهش یه اپ دیگه بدی که مثلا آب و هوا رو چک fun, کنه. use a text to audio model to speak the answer. The weather forecast we're seeing Elon Husky is sunny with a chance of being بعد مثلا بهش LLM بدی که متن رو تبدیل به صدا بکنه که صدا رو مثلا با صدا به جواب بده. Here's the thing. No matter how many steps we add, this is still just an میگه ولی مشکل اینه که هر چقدر ما بهش دسترسی‌های مختلف بدیم و قدم‌های مختلفی بهش بدیم در هر حال یک انسانی هست که باید بیاد این قدم‌ها رو بهش معرفی بکنه. الان فکر کنم خیلیاتون متوجه شده باشین که برای چی ایجنت، یعنی مرحله بعدی که ایجنت هست چه کار میاد میکنه. AI workflow. Even if there were hundreds or thousands of steps, if a human is the decision maker, there is no AI agent involvement. Pro tip, retrieval augmented میگه اگه یک انسان همش باید بیاد تصمیم بگیره پس الان ما AI ایجنت نداریم. AI workflow داریم ولی AI ایجنت نداریم چون یه انسان همش باید بیاد این مسیرها رو به هم وصل بکنه و تصمیم بگیره. or RAG is a fancy term that's thrown around a lot. In simple terms, RAG is a process that helps AI models look things up before they answer, like accessing my calendar or the weather service. Essentially, RAG is just a type of AI workflow. By the way, I have a free AI toolkit that cuts through the noise and helps you master essential AI tools and workflows. I'll leave حالا ما اینو باید یاد بگیریم ولی شاید به محضی که اینو یاد بگیریم دیگه به در نخوره چون مرحله بعدی به زودی a link to قرار that بیاد. down below. Here's a real world example. Following Helena Liu's amazing tutorial, I created a simple این دقیقاً ابزاری که من میخوام ازش استفاده کنم که مرحله بعدی یادگیری من اینه که ببین مثلا میتونی، حالا من اینا رو تو برنامه بعد بهتون توضیح میدم ولی داریم مثلا یه ورکفلو رو داره بهمون نشون میده که مثلا گوگل شیت رو وصل میکنه AI workflow به using make.com. Here you can see that first I'm using Google Sheets to do گوگل شیت رو وصل کرده به پرپلکسیتی که بیاد اخبار رو براش بخونه. Specifically, I'm compiling links to news articles in a Google Sheet, and this is that Google Sheet. Second, I'm using Perplexity to summarize those news articles. Then, using Claude and using a prompt that I wrote, I'm asking Claude to draft a LinkedIn and Instagram post. Finally, بعد این رو پرپلکسیتی میره اون اخبار رو چک میکنه از گوگل شیت، بعد اینو وصل میکنه به کلاد و کلاد اینو براش متن لینکدین و متن اینستاگرام رو براش میفرسته. حالا من یه ورکفلو هایی دیدم که خیلی پیچیده است، این خیلی یه چیز خیلی ساده اینجا درست کرده. I can schedule this to run automatically every day at 8 a.m. As you can see, this is an AI workflow و من میتونم یه جوری کاری بکنم که هر روز ساعت 8 صبح این کار رو انجام بده. because it follows a predefined. یعنی هر روز، یعنی من هر لینکی که توی گوگل شیت میذارم خودش اتوماتیکلی با پرپلکسیتی یا با چت جی پی تی میره تحقیق میکنه، بعد اینو میفرسته به کلاد، تبدیلش میکنه به متن لینکدین و اینستاگرام و پست روی لینکدین و اینستاگرام پستش میکنه. Path set by me. Step 1, you do this. Step 2, you do this. Step 3, you do this. And آره ولی تمام این مسیر رو باید برای هوش مصنوعی تعریف میکرد از قبل. finally, remember to run daily at 8 a.m. One last thing. If I test this workflow and I don't like the final outputs of the LinkedIn post, for example, as you can see right میگه ولی من اگه مثلا یه موقع ببینم که پستی که روی لینکدین شده چیزی هست که دوست ندارم باید برم it's not funny enough and I'm naturally hilarious, right? I have to manually go back and rewrite the prompt for Claude, okay? باید برم پرامپتی که روی کلاد دارم و باید برم عوض بکنم. ببینید نگاه کنیم ما الان پرامپت هایی که داریم و من و شما کسایی که تو مرحله 3 نیستن روی چت جی پی تی می‌نویسیم، روی پرپلکسیتی می‌نویسیم، روی گراک می‌نویسیم، روی جمینای می‌نویسیم. اینایی که تو مرحله بعدی هستن به جای اینکه رو خود چت جی پی تی این پرامپت ها رو بنویسن
توی این زنجیره ورک فلو که دارن پرامپت ها رو تو هر مرحله توی اون قسمت این ورک فلو نوشتن که مثلا میگه اینجا از چت جی پی تی استفاده کن که این کارو کن، اینم پرامپتشه، اینجا از جمینای استفاده بکن که این کارو بکن، اینم پرامپتشه. خب و تازه این داره شکایت میکنه، ما هنوز وارد این مرحله نشدیم ولی این ویدیو این آقا داره شکایت میکنه که این مرحله خوب نیست، یعنی مرحله 4 ما تو مرحله 2 گیر کردیم، این تو مرحله 3 و این طوری میگه مرحله 3 مشکلش چیه. مرحله 3 مشکلش اینه که هر موقع من جواب دوست نداشتم بعد خودم بیام پرامپت های همه این مراحل رو عوض بکنم. حالا میخوام بگم مرحله 4 چیه. And this trial and error iteration is currently being done by me, a human. So keep that in mind moving forward. All right, level 3 AI بچا لینک زرا جان لینک این ویدیو تو قسمت توضیحات من اینو گذاشتم. agents. Continuing the make.com example, let's break down what I've been doing so far as the human decision maker. With the goal of creating social media posts based off of news articles, I need to do two things. First, reason or think about the best approach. I need to first compile the news articles, then summarize. نگاه کن میگه که خب حالا ببینیم یه انسان اگه بخواد مثلا این ورک فلو رو درست بکنه ما باید چیکار بکنیم؟ باید فکر بکنیم. خب باید خرد به خرج بدیم که مرحله اول چیه؟ مرحله اول اینه که لینک ها رو پیدا بکنیم، مرحله دوم اینه که مقاله ها رو بیاد خلاصه بکنه، مرحله 3 اینه که باید بیاد پست ها رو بنویسه. بعد پس من اول باید فکر بکنم، خرد به خرج بدم، بعد انجام بدم. خب کاری که باید انجام بدم اینه که گوگل شیت اون مقاله رو پیدا بکنم، لینکاشو بذارم تو گوگل شیت. پرپلکسیتی بچه یه چیزی مثل چت جی پی تی، نمیدونم چرا خیلی‌ها از پرپلکسیتی برای اخبار استفاده میکنن به جای چت جی پی تی. برای پیدا کردن اخبار پرپلکسیتی از چت جی پی تی معروف‌تره. خب پس میگه مرحله کاری که باید انجام بدم اینه که برای قدم 1 باید از اسپردشیت استفاده بکنم، برای خلاصه کردن از پرپلکسیتی استفاده بکنم، برای نوشتن پست ها از کلاد استفاده کنم. بچه‌ها اینم خیلی پیشرفته است. یعنی من همه چی رو من فقط از 2 تا هوش مصنوعی استفاده میکنم الان، یکی چت جی پی تی و یکی جمینای. خب ولی اینایی که ورک فلو درست کردن برای توی این زنجیره ورک فلوشون برای هر کاری از اون هوش مصنوعی استفاده میکنن که توی اون مرحله اون هوش مصنوعی بهتره. خب این مثلا چت جی پی تی تو خیلی چیزا بهتره ولی چون تو اخبار بهتر نیست، برای پیدا کردن برای مثلا اخبار و اینا از پرپلکسیتی استفاده کرد، بعد برای نوشتن پست های مثلا روی اینستاگرام و لینکدین از کلاد استفاده کرد. یعنی این ورک فلوش به همه این موتورهای مختلف هوش مصنوعی وصله، به ال ال ام های مختلف وصله، هر کدومش رو داره اون چیزی که مناسب هست رو استفاده میکنه. پشمام مثلا in this entire video, the one massive change that has to happen in order for this AI workflow to become an AI agent is for me, the human decision maker. میگه که پس ببینید من این ورک فلو رو اگه خواستم بسازم باید میومدم فکر میکردم که چجوری این ورک فلو رو بسازم، ولی اگه مرحله ایجنت که مرحله بعدیه اینه که اصلا من این چیزا رو نیام این زنجیره رو نیام بسازم، خود هوش مصنوعی بیاد تصمیم بگیره که مراحلی که باید انجام بشه چیه. یعنی اون تصمیم گیریایی که من کردم که این زنجیره ورک فلو رو بسازم هوش مصنوعی بیاد تصمیم بگیره. یعنی خود هوش مصنوعی، یعنی مثلا ما هدف نهایی رو بهش بگیم بعد بیا خودش بگه خب من چجوری برم این اخبار رو جمع کنم. No, it's probably easier to compile links to those articles and then use another tool to fetch the data. Yes, that makes more sense. The AI یعنی با خودش فکر میکنه اینا رو توی مثلا مایکروسافت ورد بذارم، نه با خودش میگه که نه این راه خوب نیست، این کارو باید بکنم. یعنی خود هوش مصنوعی همینا رو تصمیم میگیره. do things via tools. بعد ایجنت نه تنها اینا رو خودش تصمیم میگیره که ورک فلو رو چجوری بسازه، خودش هم میاد این کارا رو انجام میده. این میشه مرحله ایجنت که داریم وارد این مرحله میشیم. Should I use Microsoft Word to compile links? No, inserting links directly into rows is way more efficient. What about Excel? اول به خودش میگه مایکروسافت ورد نه No, the user has already connected their Google account with make.com, so Google Sheets is a better option. بذار توی مثلا اکسل با خودش میگه که با اکسل مایکروسافت اکسل این کارو بکنم، نه با خودش میگه نه چون من دسترسی به گوگل دارم، گوگل شیتس دارم، میام از خود گوگل شیتس استفاده میکنم. Because of this, the most common configuration for AI agents is the React framework. All AI agents must reason and act, so یعنی برای همین اون AI ایجنت چیزیه که ریاکت میکنه، یعنی هم ریزنینگ انجام میده، هم خرد استفاده میکنه، هم فکر میکنه و هم اکت میکنه، انجام میده. Sounds simple once you break it down, right? A third key trait of AI agents is their ability to iterate. Remember when I had to manually rewrite the process? این نکته اصلا طلاییه. من امیدوارم واقعا این اتفاق با زودی بیفته. کار دیگه که ایجنت میکنه اینه که نتیجه نهایی رو میاد نگاه میکنه، اگه راضی نبودن از نتیجه نهایی خودش میاد این ورک فلو رو عوض میکنه. یعنی حتی دیگه اون موقع انسان هم لازم نیست بیاد بررسی بکنه که ببینه کیفیت کار خوب بود یا نه، خود هوش مصنوعی میتونه این کار رو انجام بده. یعنی ببین یادتونه من تو برنامه قبلی داشتم درباره یه چرخه صحبت می‌کردیم، یه چرخه‌ای که خودش رو بهتر میکنه و خب این چرخه انسانی باید باشه که هی بیاد قضاوت بکنه که هی بهترش بکنه و سیستم بهتر بشه. اینجا میگه ایجنت هم میتونه خودش این کارو بیاد انجام بده.
آره کوین میگه برگام. آره دقیقاً. Thing autonomously. In our example, the AI agent would autonomously add in another LLM to critique its own output. Okay, I've drafted V1 of LinkedIn. یعنی از یه LLM مثلا نگاه کن اینجا از پرپلکسیتی استفاده کرد که اخبار رو سامرایز بکنه، از کلاد استفاده کرد که پست های نهایی رو پست بکنه روی لینکدین و اینستاگرام و اینا، و در نهایت از چت جی پی تی داره استفاده میکنه که بیاد قضاوت بکنه که آیا نتیجه نهایی خوب بوده یا نه، و اگه خوب نبوده چی رو بیاد توی این ورکفلو عوض بکنه. عجب. How do I make sure it's good? Oh, I know. I'll add another step where an LLM will critique the post based on LinkedIn best practices. And let's repeat this until the best practices criteria are all met. And after a few cycles of that, we have the final output. That was a hypothetical example. So let's move on to a real world AI agent example. Andrew Ng is a حالا اینجاش یه مقدار به درد ما نمیخوره، بذار برم اینجاش. preeminent figure. We cover یه ذرا توی چت میگه هرچی بیشتر جلو میری بیشتر پشمام میریزه. آره منم برای خوب ویدیو انتخاب کردم بهتون نشون بدم ها، نه که ببینیم چقدر ما عقبیم. ببینیم مثلا ورک فلو هایی که بقیه درست میکنن مثلا این شکلیه. حالا من به شما بهتون میگم ورک فلو از چی استفاده بکنین، دفعه بعد بهتون نشون میدم که ورک فلو های خودتون رو بسازید، ولی ببین مثلا یه چیزای عجیب غریبی بعضیا میسازن با اینا. تو هر کدومش هم از مثلا نگاه کن اینجا از چت جی پی تی استفاده کرده، حالا بقیه‌اش نمیدونم از چی استفاده کرده. So let me know in the comments what type of AI agent you'd like me to make a tutorial on next. To wrap up, here's a simplified visual. اصلا بچه‌ها اینترنت شده پر کلاس‌های درسی که چجوری این ورک فلو ها رو مردم بسازن برای همه کاراشون. همه چی داره خودکار میشه بچه‌ها. عقب نمونید لطفاً، حواستون به این چیزا باشه. من به شما تو برنامه‌هامو میگم که بیان برین چی رو یاد بگیرید، لینک ریسورس ها منابعم براتون میذارم، هی سعی میکنم که فقط چیزایی که من یاد میدم نباشه، بهتون ویدیوهای دیگه هم میذارم، چیزایی که میدونم الان حیاتی یاد بگیرید تو برنامه‌های دیگه همه رو تو قسمت توضیحات میذارم که شما هی آپدیت بشید و هم یاد بگیرید. اوکی، یعنی من میرم میگردم که ببینم چی رو باید بگیریم و میام اینجا به شما معرفی میکنم. The three levels we covered today. Level 1, we provide an input and the LLM responds with an output. Easy. Level 2. این مرحله 1 بود. آسون. خب این با اینپوت میدی، ورودی میدی، LLM فکر میکنه بعد یه خروجی. For AI workflows, we provide an input and tell the LLM to follow up. AI workflows میشه مرحله بعدی که ما اینپوت رو میدیم و براش مسیر رو مشخص میکنیم، بهش دسترسی به اپ‌های مختلف میدیم که بعد بیاد ما یه خروجی بده. The key trait here is that the human programs a path for LLMs to follow. Level 3. نکته کلیدی تو این قسمت اینه که انسان هم میاد مسیر رو انتخاب میکنه و هم دسترسی‌ها رو باید بده. The AI agent perceives a goal and the LLM performs reasoning to determine how best to achieve the goal. مرحله بعدی که قرار واردش بشه میشه AI agents که شما فقط بهش هدف رو میدید و خود هوش مصنوعی میاد تمام مسیر رو پیدا میکنه. Takes action using tools to produce an interim result. و خودش هم کار انجام میده، یعنی وصل میشه به چیزایی که لازمه. Observes that interim result. و در نهایت هم بهبود رو ایتریشن رو انجام میده، بهبود سیستم هم خودش انجام میده. Decides whether iterations are required and produces a final output that achieves the initial goal. The key trait here is that the LLM is the decision maker in the workflow. If you found this helpful, اینجا نکته اینه که چی نکته نهایی اینه؟ and produces a final output that achieves the initial goal. The key trait here is that the LLM is the ببین همیشه میاد این آوتپوت و این خروجی رو مقایسه میکنه با هدف اولیه و اگه کیفیتش خوب نبود همه سیستم‌ها میاد بهتر میکنه. If you found this helpful, you might want to learn how to build a prompt database in Notion. See you on the next video. اوکی بچه، پس ما مشخص شد که باید چی کار انجام بدیم. این مسیریه و واقعا بچه سرعت عوض شدن همه چیزا انقدر زیاده که ما واقعا من که انقدر دارم همه چی رو دنبال میکنم من عقب افتادم. خب واقعا به شدت عقب افتادم. مثلا من دارم میبینم بقیه الان دارن چیکار. ببین بقیه نه تنها دارن کار رو انجام میدن، کلاساشو ساختن و دارن کلی پول در میارن از کلاساش. ببینید ما چقدر عقبیم. خیلی مهمه که اینجا حواستون به برنامه من باشه که بهتون توضیح میدم که مرحله بعد چیه و فقط هم ویدیو من رو نگاه نکنین. بهترین ویدیوها رو بهتون نشون میدم که برید یاد بگیرید. اگرم یه ویدیو نگاه کردید و نفهمیدید داره چی میگه، لینکش رو بفرستید به جمینای نگاه میکنه، بعد به جمینای بگید اینو برام توضیح بده. اگه نفهمیدید به جمینای بگو نفهمیدم، ساده ترش کن. خب دیگه هیچ بهونه‌ای برای یادگیری وجود نداره. ویدیو رو اگه دیدید نمیفهمید، جمینای میتونه نگاه بکنه براتون توضیح بده بهتون. اوکی، خیلی مهمه. زرا میگه یک دنیا ممنون ازت، ممنون از خودت. برق میگه که این حافظه هم داره. آره مثل چت جی پی تی. مثل چت جی پی تی چیه؟ موتور پشتش خود چت جی پی تی و کلاد و گراک و جمینای و ایناست. غلامرضا میگه خلاصه این ویدیو رو خودت میگی آرمی جان. خلاصه این ویدیو اینه که ما الان تو مرحله 2 گیر کردیم و داریم از پروژکتس و جی پی تی ها استفاده میکنیم و الان این داره درباره مرحله 4 صحبت میکنه و ما باید سریع وارد مرحله 3 بشیم و این ورکفلو ها رو بسازیم که به جای اینکه کاپی پیست بکنیم خود هوش مصنوعی کارا رو برام انجام بده. حالا من چون یه کانال دیگه دارم که از این کانال خیلی بزرگتره و دارم از این سیستم ها استفاده میکنم که
اون کانال رو رشد بدم، میام به شما میگم که برای مثال میگم که مثلا چیزایی که یاد گرفتم و چجوری دارم استفاده میکنم روی اون کانال دیگم که شما مثلا براتون یک مخصوصا برای کسایی که میخوان تولید محتوا بکنن ببینن که من از هوشم این ورکفلوهایی که میسازم چجوری در جهت تولید محتوا دارم استفاده میکنم که همه کارامو زمانش رو کمتر بکنه و بازدهیش رو افزایش بده و در نهایت باعث رشد بیشتر بشه. اینا رو قدم یکی یکی میام بهتون نشون میدم که چی یاد گرفتم، شما چجوری یاد بگیرین و چجوری دارم ازش استفاده میکنم. آره من کوین میگه یه دونه ورکفلو بساز برای ویدیو بعدی. حالا من اول باید خودم یاد بگیرم باشه، برای ویدیو بعدی فکر نکنم آماده باشم، ولی ورکفلو که میسازم اولین ورکفلویی رو که ساختم و میام به شما نشون میدم. باشه خیلی خب بچه، پس این برنامه رو لایک بکنین چون اینجا خیلی کار داریم. لطفا برای رشد این کانال حمایت بکنین چون من اینجا دارم اینا رو میتونم برم یاد بگیرم رو کانال اصلیم که بزرگتره استفاده بکنم، شما هم نیام بگم. خب برای این لطفا من که دارم میام همه اینجا رو به شما میگم، لطفا برای حمایت که اینجا انگیزه داشته باشم که اینا رو یاد میگیرم بیام به شما هم اشتراک بذارم، لطفا کانال رو لایک بکنین که اینجا هم یه مقدار شلوغ باشه. ممنون از شما. من الان میرم آماده میشم برای برنامه بعدیمون رو کانال جمهوری بی خدایان. فعلا مرسی ازتون، بوس به کلتون. لایک فراموش نشه، سابسکرایب فراموش نشه، این کانال هم لطفا تبلیغ بکنید. ممنون میشم ازتون. فعلا